سلام. تو این ویدیو هم میخوایم بریم به سراغ مدل های مو در زبان انگلیسی و با هم تعدادی از کلمات در رابطه با موها و مدل های مو رو با هم یاد بگیریم. به عنوان مدل موی اول داریم کلمه پونی تیل رو که در زبان انگلیسی به معنی موی دم اسبی هست. پونی این اسب‌های کوچیک رو میگن و تیل هم معنی دم داره، اونا میگن موی دم پونی. و مثلا در مورد این آقا میشه گفت He is noticeable because of the long ponytail. به خاطر اون مدل دم اسبی بلندش خیلی برجسته است و توی دید میزنه. بعد در مورد این خانم هم که مدل دم اسبی بسته موهاشو میتونیم بگیم She has her hair in a ponytail. موهاشو دم اسبی بسته، دم اسبی در آورده. یا میشه گفت She ties یا wears یا keeps her hair in a ponytail. همینطور میشه گفت She has pulled her hair into a ponytail. مدل موی بعدیمون هم هستش bun که این کلمه به معنی نون، قرص نون هم هست، اما به معنی اون گلوله‌ای که بالای سر موها رو جمع میکنم به کار میره، اونم میگن bun. مثلا در مورد این خانم میشه گفت She wears یا keeps یا ties her hair in a bun. هر سه تا فعل میشه گفت wears her hair in a bun, keeps her hair in a bun یا ties her hair in a bun. یا حتی میشه گفت pulls her hair into a bun، یعنی موهاشو درون یه دونه بان یا یه گلوله بالای سرش میبنده. این هم شد مدل موی دوممون. برای مدل موی سوممون هم داریم کلمه شینیان. یعنی اینجا حرف جی تلفظ نمیشه، شینیان که شینیون تو فارسی هم هست. این مدل های مو میگن که مثل گلوله جمع شده ولی یه خود حالت داره، یه خود گره داره، پیچش داره. شینیان کلمه فرانسویه، استفادهش هم درست مثل بانه. میشه گفت She wears یا she keeps یا she ties her hair in a chignon. میتونیم همینطور بگیم She pulls her hair into a chignon. بله، و مدل موی بعدیمون داریم کلمه باب هست که معانی زیادی در انگلیسی داره مثل بالا پایین رفتن، اما در مورد موها به معنی مدل مویی که کوتاه میشه در زیر چانه هستش که تو فارسی بهش میگن مدل موی گوگوشی. بله، مثلا دوباره در مورد این خانم میشه گفت She wears or keeps her hair in a bob. جفت این فعل ها میشه استفاده بشه. همینطور که گفت She has her hair in a bob. این مدل موهاشو به شکل گوشی در آورده. به عنوان مدل موی بعدیمون هم داریم کلمه braid رو که به معنی مویی که بافته شده است در یه رشته پشت سر. از کلمه braid استفاده میکنن و موی بافته شده به این صورت رو میگن braid. به عنوان مثال در مورد این خانم که موهاشو به صورت یه رشته پشت سرش در آورده میشه گفت She wears her hair in a braid یا She keeps her hair in a braid. و همینطور هم میشه گفت She has her hair in a braid، یعنی موهاشو در یه رشته جمع کرده پشت سرش. البته فقط یه دونه برید هم نیست، میتونه چند تا برید باشه. مثلا این خانم 2 تا برید در آورده، 2 تا رشته در آورده موهاشو. در این مورد این خانم میتونیم بگیم She wears her hair in 2 braids یا She keeps her hair in 2 braids.
she has her hair into braids. هر سه تا فعل میشه در موردش استفاده کرد. همینطور میشه گفت she has یا she keeps یا she has her hair in braids. اون تو رو میشه نگفت. in braids. این به صورت رشته هایی در مورد ما شد. حتی بگیم دو تا رشته مشخص میکنیم. میتونیم بگیم in braids. حالا به صورت رشته هایی در مورد مهم نیست چند تا. این هم از این نکته. یه مسئله دیگه ای هم که هست اینه که کلمه braid به صورت verb به صورت فعلی هم کاربرد داره. در این معنا میشه گفت my sister braided my hair، یعنی موهامو خواهرم به صورت رشته‌ای بافتش، به صورت رشته هایی در آورد. این شد از این مدل مو. مدل موی بعدیمون داریم pigtails. به مدل موی خرگوشی رو میگن. اینجوری معمولا بین دخترای بچه سال رواج داره و در موردش هم میشه گفت she wears her hair in pigtails یا she keeps her hair in pigtails. همینطور میتونیم بگیم she has her hair in pigtails. موهاشو به صورت pigtails در آورده. pigtails در انگلیسی معنی خرگوش نیست، به معنی دم خوک هست که حالت دم خوک مثلا زده بیرون، اونا به اون صورت تشبیه میکنن و از این کلمه استفاده کنن. pigtails. خب این هم یه مدل مو شد. مدل موی بعدیمون رو بریم. داریم crew cut که بیشتر در بین مردها به کار میره. مدل موی آلمانی هستش که کوتاه هم هست، فشن نیستش، خیلی هم کوتاهه و در موردش میتونیم بگیم کسی که این کار کرده باشه میگیم he has a crew cut، یه مدل موی کوتاه کرده ماشو. میتونیم بگیم he's sporting a crew cut، یعنی داره اونو داره به رخ میکشه، یه crew cut خیلی مثلا مدیه، مد روز جذابی باشه. همینطوری بگیم he has got a crew cut، یعنی رفته موهاشو داده کوتاه کردن به سبک crew cut. کرو یعنی کلا جاشو و ملوان و اینا رو میگن، سرباز رو میگن، یک کادری رو میگن که چون اونا رسمیه خب کوتاه میکنن دیگه. کروکات هم از اینجا در میاد. حالا مدلیه که کوتاه، خیلی بلند نیست، رسمیه تقریبا. و سپس داریم مدل بازکات رو که بازکات اینه که از ته میزنن به سبک زندانی ها. به این صورت از ته میزنن میشه بازکات. اون صدای بازی که اینجوری داره اونو میگن باز، یعنی بازکات میکنه، از بیخ میزنه یارو. و در مورد کسی که این کاری کرده میشه گفت he has a buzzcut، یا میتونیم بگیم he's sporting a buzzcut، میتونیم بگیم he has got a buzzcut، یعنی رفته موهاشو کچک کرده. سپس مخالف اینم هستش مدل موی افرو که مشخصا با ای بزرگ هم نوشته میشه، از آفریقایی ها میاد، سبک آفریقایی هست. اینایی که یه دونه خورشید اینجوری دور کلهشون زده بیرون، یه کوپه گنده مو رو کلهشون در اومده، به این میگن افرو. خیلی هم چیز بدیه. تو هواپیما بغلشون بشینید اذیت میشید، تو اتوبوس هم همینطور. این مدل مو رو میگن افرو و کسی که این کار کنه میشه گفت she's wearing an afro، یعنی افرو. she's wearing an afro یا میگیم she has an afro. مورد آخرم وقتیه که طرف هیچ مویی نداره، در بساط نداره، مثل ایکیوستان خالیه. به این آدم میگن bald. مثلا در مورد این آقا میشه گفت he's bald یا he's a bald man. bald کلن به صورت یه صفت به کار میره. اگه یه نفرم مثلا داره کچل میشه بهش میگن he is going bald، داره کچل میشه. going bald، go اینجا یه فعل ربطیه، he is going bald. و همینطور داریم کلمه gold patch رو که اگه یه تیکه کله آدم همچنین بدون مو باشه یعنی he has a bald patch. حالا ایشه باید ماینوکسیدیل بزنه بره مو بکاره، درست میشه انشالله. خب امیدوارم لذت برده باشید. حتما لایک، کامنت، سابسکرایب بکنید، ما رو حمایت کنید. خداحافظ تا ویدیوی بعد.